تا حالا شده به این فکر کنی که کی هستی؟ دنیل نتل، استاد دانشگاه نیوکاسل، توی کتاب شخصیت نقشه راه 5 مرحله‌ای کشیده که بهت میگه چطور خودتو بشناسی و بدون تغییر خودت بهترین نسخه وجودت رو پیدا کنی. نتل تو این کتاب میگه که شخصیت ترکیبی از 5 صفت پایه است که ریشه ژنتیکی و فرگشتی داره. نتل میگه شخصیت یعنی الگوی همیشگی رفتار، احساس و فکر تو. ریشه شخصیت کجاست؟ ژنتیک یا محیط؟ نتل میگه حدود نیمی از شخصیت ژنتیکیه، ولی این یعنی بقیهش محیطی و اکتسابیه. بهترین مثالش دو قلوهای همسانن که جدا از هم بزرگ شدن، شخصیتشون شباهت‌های عجیبی داره ولی تفاوت‌هایی دارن که نشون میده محیط کار خودشو کرده. یه مفهوم خیلی قشنگ داره به اسم اثر متقابل، یعنی ژن‌ها و محیط با هم شریکن. یه بچه حساس و زودرنج اگه توی خونه آروم بزرگ بشه، ممکنه به یه آدم خلاق و باهوش تبدیل بشه. همون بچه اگه تو خونه پرتنش بزرگ بشه، ممکنه به اختلالات اضطرابی دچار بشه. بیا بریم سراغ 5 تا صفتی که نتل مفصل درباره‌شون توضیح میده. اولین صفت برونگراییه. این آدما چه کسانی‌ان؟ اونایی که از جمع انرژی میگیرن، پرحرفن، ماجراجو و عاشق توجهن. همون همکاری که سر صبحونه همه رو میخندونه و وسط جلسه بلند میشه بره جلو و ارائه بده. این آدما دوستای بیشتر، درآمد بالاتر، شانس بیشتری برای پیدا کردن جفت دارن. ولی مشکلشون اینه که ریسک بیشتری میکنن، مثل تصادف، خیانت، سرمایه‌گذاری پر ریسک. نتل میگه برونگرایی 2 تا زیرمجموعه داره. یکیش گرمیه، یعنی دوست داشتنی بودن، و دیگری سلطه‌جوییه، یعنی رهبری کردن. ممکنه کسی خیلی گرم باشه ولی سلطه‌جو نباشه. این آدما سیستم دوپامینشون فعالتره و به پاداش حساسترن. دومین صفت آدم‌های روان رنجور هستن. اونایین که شب تا صبح نگران فردان و کوچکترین انتقاد رو به دل میگیرن. همون دوستی که همش میگه مگه من اشتباه گفتم، مگه ناراحت شدن؟ چه بلایی سرشون میاد؟ استرس و اضطراب بیشتر و احتمال افسردگی و بیماری‌های قلبی بالاتری دارن. ولی یه مزیت بزرگ دارن. تهدید رو زودتر تشخیص میدن، پس توی مشاغل امنیتی، اورژانس و حتی مادر بودن خیلی خوبن. این صفت فقط نگرانی نیست، شامل نوسان خلقی و خودآگاهی منفی که همش خودشون را سرزنش میکنن هم هست. این آدما آمیگدالشون، یعنی بخش هشدار دهنده مغزشون، بیش فعاله و سریعتر از دیگران استرس ترشح میکنه. سومین صفت با وجدان بودنه. این آدما چه کسایی‌اند؟ کسایی که ساعت 5 صبح بیدارن، لیست کارهای روزانه دارن، هیچ وقت قسطشون عقب نمیفته و توی خونه همه چیز سر جاشه. همون همکاری که پروژه رو زودتر از موعد تحویل میده. موفق ترین آدما توی کار و تحصیل، سالم ترین ها و باثبات ترین ها توی رابطن. ولی انعطافشون کمه، تغییرات ناگهانی و بی‌نظمی کلافشون میکنه. این صفت 2 بخش داره. یه بخشش سخت کوشیه و یه بخش دیگهش مرتب بودنه. ممکنه کسی خیلی سخت کوش باشه ولی خیلی مرتب نباشه. لوب پیشانی این آدما قوی تره و سروتونین بیشتری دارن. صفت بعدی توافق پذیریه. این آدما همیشه میانجیگری میکنن، به حرف دیگران گوش میدن، هیچ وقت سر چیزی جر و بحث ندارن و همیشه آمادن که به بقیه کمک کنن. این آدما روابط عمیق‌تر، اعتماد بیشتر و مشارکت اجتماعی بالایی دارن. ولی ممکنه توی مذاکره حقوق یا رابطه ناسالم قربانی بشن چون به راحتی نه نمیگن. صفت توافق پذیری شامل 2 بخش همدلی عاطفی، یعنی احساس کردن حال دیگران، و همدلی شناختی، یعنی درک کردن دیدگاه دیگرانه. ممکنه کسی بفهمه طرف مقابل چرا ناراحته ولی احساسش نکنه و برعکس. هورمون اکسیتوسین در این افراد بالاتره. صفت بعدی گشودگی به تجربه است. این آدما عاشق هنر، موسیقی، سفرهای جدید، غذاهای عجیب و کتابهای فلسفی هستند.
از تکرار و روزمرگی متنفرن. همون دوست که همش میگه بریم یه جای جدید. این آدما خلاقیت بالا، ایده‌های ناب و ذهن باز دارن، ولی ممکنه به چیزای عجیب و غریب مثل طالع‌بینی باور پیدا کنن و از کارهای تکراری زود خسته بشن. این صفت دو بخش داره. یکیش کنجکاوی زیبایی شناختیه که علاقه به هنر و موسیقی دارن و دیگری کنجکاوی فکریه که علاقه به مفاهیم انتزاعی دارن. ممکنه کسی عاشق نقاشی باشه ولی از فلسفه متنفر باشه. مغز اینا انعطاف پذیری شناختی بالاتر و فعالیت بیشتر در لوب پیشانی داره. نتل میگه 3 تا راه وجود داره که ژن و محیط با هم گره میخورن. اولین راه اثر غیرفعاله. یعنی پدر و مادر هم ژنشون رو به تو میدن هم محیط متناسب با ژنشون رو. مثلا پدر برونگرا خونش پر از مهمون و رفت و آمده و تو هم با همون محیط بزرگ میشی. اثر فعال یعنی بر اساس شخصیتت محیط رو انتخاب میکنی. مثلا چون برونگرایی میری باشگاه و دوست پیدا میکنی، ولی اگه درونگرا بودی خونه میموندی و کتاب میخوندی. اثر واکنشی یعنی محیط به شخصیتت واکنش نشون میده. مثلا اگه بچه‌ای خجالتی باشه، معلم کمتر باهاش حرف میزنه و این خجالتی ترش میکنه. نتل با صراحت میگه نمیتونی شخصیت رو از بیخ و بن عوض کنی، ولی میتونی نقاط قوت و ضعفت رو بشناسی، محیط رو شخصی سازی کنی، مهارت‌های انعطاف پذیری موقعیتی رو یاد بگیری. مثلا توی جلسه کاری برونگرا باشی ولی بعدش بری یه گوشه استراحت کنی. در انتخاب شغل و همسر به دنبال هماهنگی باشی، نه بهترین مطلق. یه شغل آروم برای آدم روان رنجور بهتر از یه شغل پردرآمد ولی پرتنشه. تو خاک خودت رو نمیتونی تبدیل به خاک دیگه کنی، ولی میتونی بهترین گیاهی رو بکاری که توی این خاک رشد کنه و بهش رسیدگی کنی. چیزی که توی این کتاب برام موندگار شد این جمله بود: آدم‌ها نه به خاطر نقاط قوتشون که به خاطر عدم تطابق شخصیتشون با محیط رنج میکشن. یعنی خیلی از اضطراب‌ها و ناکامی‌های ما به خاطر اینه که سعی می‌کنیم کسی باشیم که نیستیم یا توی محیطی هستیم که برازنده شخصیتمون نیست. پس به جای تغییر خودت، محیط رو تغییر بده.